ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران جلسه‌ای برگزار کرد. جلسه ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد. در این جلسه تعدادی از مسائل مربوط به مدیریت ائتلاف مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت. در این جلسه وضعیت سیاسی ایران و کردستان، پیامدهای جنگ، روند تغییر و تحولات سیاسی ارزیابی و در مورد چندین وظیفه ائتلاف تصمیم‌گیری شد. در این جلسه همچنین در مورد مسائل مربوط به اساسنامه داخلی ائتلاف، تصویب لوگوی ائتلاف، نکات ضروری برای انجام امور میدانی ائتلاف در مرحله انتقالی، دیپلماسی و نحوه حضور ائتلاف در خارج از کشور بحث و تبادل نظر شد. بخش آخر جلسه واگذاری مسئولیت دوره ائتلاف بود.